اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس می کرد وفایی، نمی کرد از آن حضرت جدایی. برام خداوند بخشنده و مهربان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر باشه. امید دارم جور صحتمند سرحال باشید. صبح امروز را با قدرت، صحت، سلامتی آغاز نموده باشید. من فهیم نیازی میزبان شما هستم. قسمی که قبل از میان برنامه به شما گفتیم که امروز قرار هست با افراد ارزشمند صحبتایی داشته باشیم. یکی از با افراد جناب قاری صاحب بلال احمد شیرزاد، مؤسس و بنیانگذار آموزشگاه قرائت ندای قرآن با ما هستند. میریم صحبت‌های امروزشان می داشته باشیم در مورد کارکرد، فعالیت، دستاوردشان. جناب قاری صاحب سلام، صبحتان بخیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم جناب السلام. شما استاد فهیم نیازی و همچنان دوستانی که ما را از پشت پرده های تلویزیون خود ما را بیننده هستند، یک سلام خاص و به تمام دوستانی که در داخل برنامه همراه ما هستند. سلامت باشه جناب قاری صاحب. واقعا ما خیلی خرسند هستیم، خیلی خوش هستیم که امروز با ما هستید. همچنان بخیر. سلامت باشه قاری صاحب. یک معرفی کوتاهی از شما داشته باشیم تا هموطنان عزیز ما از شما معرفت حاصل کنند. خب به نام خداوند متعال، اسم بلال احمد است، تخلص ما شیرزاد است و همچنان الحمدلله که آموزشگاهی داریم که در اونجا درسای قرآن کریم و در بخش‌های مثلا قرائت هستیم و همچنان در پهلویش الحمدلله پانتون میخوانم که سمستر هفتم هستم، بخش حقوق قضا و سرنولی. ماشاءالله بسیار عالی. واقعا یک شخص هستن که همیشه کوشش میکنه، یک شخص کوشا هستید. جناب قاری صاحب بیایم در مورد صحبت کنیم که چه انگیزه باعث شد که شما به این مسلک بیایید و بخیر در بخش دین خدمت کنید برای بشریت و هموطنان عزیز ما. بله استاد فهیم عزیز، از کودکی شوق علاقه بسیار زیاد داشتیم و همچنان در این وقت پدرجانم همراه مادرجانم بسیار زیاد کوشش میکردن و همیشه تشویق ما میکرد در بخش‌های دینی، در درس‌های قرآن کریم و از امو زمان از دمو دوره ما به می درس‌های قرآن کریم پیش میرفتیم و الحمدلله که فعل نتیجهش هم دیده میریم ان شاء الله. دقیقاً جناب قاری صاحب، تشویق والدین و از پدر و مادر خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. بله بدون شک. هموطنان عزیز، خب تمام والدین میخواهند که اولادایشان واقعا افراد موفق باشند. برابر این زمان که شما میخواهید افراد موفق به جامعه تقدیم کنید، پس بیایید واقعا اولادای خود را، کسایی که به شما متعلق هستند، تشویقشان کنید. قسمی که والدین محترم قاری صاحب بلال عزیز را تشویق کردند و الحمدلله امروز یک فرد موفق هستند. خب جناب قاری صاحب، چه مدت زمان میشه که شما در مدرسه قرائت ندای قرآن فعالیت داری قاری صاحب؟ الحمدلله از سال 1400 که به ایسون آموزشگاه قرائت ندای قرآن تأسیس کردیم و تنظیم کردیم و فعلا هم الحمدلله بیش از 300 شاگرد داریم در مدرسه که در بخش‌های قرائت و قرآن کریم ناظره و حفظ و ترجمه و تفسیر درس‌ها جریان داره و پیش میره انشالله. ماشاءالله قاری صاحب، واقعا جای افتخار است که شما آمدین در جامعه کار کردین و برای هموطنان عزیز ما خدمت میکنین. به خاطر که مدرسه، مکتب، پوهنتون برای ما یک آموزشگاه هست، برای ما یک میدان امتحان است. ما خیلی از چیزها را یاد میگیریم. بنابراین هموطنان عزیز، یکی از دانشمندان میگه هر کی مکتب رفت آدم میشود، نوری چشم خلق عالم میشود. زمانی که واقعا یک فرد نیک مثل جناب قاری صاحب بلال احمد شیرزاد و مثل سایر افراد نیک در رأس یک مدرسه، در رأس یک آموزشگاه قرار بگیرند، واقعا افراد نیک به جامعه تقدیم میکنند. جناب قاری صاحب، خب در مدت این زمانی که شما نام برده از سال 1400 الا امروز، خب با چه تعداد از شاگردان را تقدیم جامعه کرده و در کدام بخشش ما فعالیت میکنیم؟ الحمدلله در بخش‌های که قبلا هم یادآور شدم، در بخش‌های قرائت است درس‌های ما بیشتر و درس‌های حفظ است، ناظره قرآن کریم است و همچنان تفسیر ترجمه و الحمدلله 3 دوره است که ما چی کار کردیم، یعنی شاگردای ما پیش ما خلاص کردن درس‌های خود و 3 دور فراغت داشتیم. ماشاءالله بسیار عالی. خب جناب قاری صاحب، شما یادآوری کردید از آموزشگاه قرائت ندای قرآن. بله. خب این در مورد صحبت کنیم که آموزشگاهی را که شما اداره میکنه بنیان گذاشته کدام ویژگی های منحصر به فرد داره که سایر آموزشگاه ندارند و شما کدام سهولت ها را برای شاگردای خود ایجاد کرده؟
خب در قدم نخست میتونیم بگوییم که اول یک نظم و یک تقسیم اوقات منظم داریم برشان و در پهلوشان از LCD استفاده میکنیم و بعض مسائل دیگری که لاسپیکرها هستند و همچنان در پهلوش سمینارهای علمی می داشته باشیم، انجمنهای علمی و همچنان در پهلوی از این بحث های ما سیر علمی همچنان داریم که انشالله شاگردای خود ما با خود میبریم به هر طرف. بسیار عالی. واقعا در مجموع یک تقسیم اوقات خیلی عالی بود. یک شاگرد نیاز داره به سیر علمی برود، یک شاگرد نیاز داره که با معیارهای جهان تدریس شود، یک شاگرد نیاز داره که سمینارهای علمی و اکادمیک برشان برگزار شود و الحمدلله قاری صاحب بلال آمده این سهولت ها را به شاگردان و اولاد ملت افغان ایجاد کرده. جناب قاری صاحب، خب 10 سال بعد آموزشگاه قرائت نادای قرآن چگونه ارزیابی میکنه قاری صاحب؟ خب میتونیم بگوییم که اگرچه که انسان یک دقیقه وقت خود نمیفهمه که آیا زنده می باشه و یا میمیره، ولی بازم باید هر انسان در زندگی خود اهداف داشته باشه، هدف تعیین بکنه تا بر مبنای اهداف خود زندگیش پیشرفت کنه و زندگیش پر رونق تر باشه. و من به اهداف آینده خود نظر میکنم و فکر میکنم که در آینده انشاءالله الرحمن در پهلوی آموزشگاه خود بتانم که یک مکتبم جور بسازم یا تأسیس بکنیم و همچنین در پهلوش پوهنتون به نام ندای قرآن که ما بتانیم به کشور به مردم خود یک کار و یک زحمت بکشیم برشان انشاءالله. آفرین از قاری صاحب، واقعا افتخار ما هستید که میان در بخش علمی کشور، در بخش تعلیمی کشور کار میکنید. خب جناب قاری صاحب، 10 سال بعد خودتان چگونه میبینید؟ 10 سال بعد قاری صاحب بلال احمد شیرزاد کدام شخصیتی در جامعه خواهند بود؟ انشاءالله الرحمن به امید پروردگار جل جلاله 10 سال بعد انشاءالله دیگه هم بتانم که یک قاضی موفق باشم یا یک سارنوال موفق و در پهلوش که قرآن کریم حفظ میکنیم پیش میریم و باید در بخش قرائت هم یا در بخش قاری باید خوب منظم باید باشیم و به شکل رسمی و به شکل درستش باید پیش بریم. ماشاءالله، بسیار عالی. جناب قاری صاحب، تا کدام درجه های تحصیل شما میخواهید درس بخوانید؟ آیا پلان داره ادامه بده به تحصیلتان یا خیر؟ بله انشالله ادامه خواهیم که به سطح دکترا به خیر تحصیل بکنیم در رشته که میخوانم و بسیار علاقمند رشته خود هستم که حقوق قضا و سارنوالی است. بسیار عالی. در لابل گپایتان جناب قاری صاحب شما اشاره کرده که شما محصل رشته قضا و سارنوالی هستید. خب جناب قاری صاحب، اگر بیم یک مقایسه ایجاد کنیم، به یک طرف قاری قرآن و به دیگر طرف هم سارنوال، کدام یکی کدام بست را کدام مقام را شما اولویت میدید و کدام یکیش برای شما واقعا عزیز و دلچسب است برای شما؟ بدون شک که باید هر مسلمان، هر مؤمن باید در زندگی خود اولویت بده به کلام الهی جل جلاله که عبارت از قرآن کریم است و بعدش به سایر علوم باید ادامه بده، به خاطر که قرآن کریم کتاب راهنمای انسان ها و کتلاک زندگی ما و شما است. باید ما و شما در کوشش ازی باشیم که همیشه اولویت خود درس دین، درس قرآن ادامه بدیم. بسیار عالی. جناب قاری صاحب، در مدت زمانی که شما مدرسه را ایجاد کرده، زندگی مجموعه از خاطره ها و همچنان مجموعه از درس هاست. ما درس میگیریم از زندگی. بنابراین در چند سالی که شما فعالیت میکنه، در مدت زمان کدام خاطره جالب از مدرسه داشتی یا خیر؟ بنابر صحبت شما، همه روز یک خاطره جدید می باشه در زندگی انسان که خاطره های بسیار زیاد می باشه، خاطره های شیرین و تلخ می داشته باشه هر انسان. دقیقاً. که خاطره های شیرین ما از آموزشگاه ما ای است که بیشتر در بخشای درسای خود همون شاگردای ما که به شکل درستش به شکل رسمیش که پیش میرن، همون بر ما بهترین خاطره، بهترین خوب کار می باشه. بسیار عالی. جناب قاری صاحب، خب بریم در مورد از صحبت کنیم که شما در چند بخشی که نام برده در این بخش شما فعالیت میکنه، کدام بخش های دیگر هم میخواهید در امو سیستم درسی و همچنان در نصاب تعلیمی مدرسه تان بیافزایید؟ خب انشالله الرحمن در آینده میخواهیم که در پهلوی درس های قرآن کریم ما باید مضامین ساینسی هم باشه و مضامین ریاضیات و همچنان انگلیسی در پهلوش باشه که تا بتوانند شاگردان آموزشگاه ما و دیگر دوستان که علاقه‌مند هستند پیشرفت خوب داشته باشند در هر بخش. بسیار عالی. جناب قاری صاحب، خب
هم زمانی که ما میخواهیم یک قاری قرآن شویم و میخواهیم قرائت قرآن کریم را یاد بگیریم، بنابراین کدام نکات را باید مد نظر بگیریم تا ما یک قاری موفق شویم؟ خب به خاطر از اینکه ما بتانیم یک حافظ مکمل و یک قاری قرآن کریم باشیم، باید ما و شما در اول نیت خدا باید خالصانه بسازیم که نیت خدا اول به خاطر که حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرمایند انما الاعمال بالنیات، تمام عمل به نیت بستگی داره. اگر ما و شما نیت ما درست نباشه باز هیچگاه پیشرفت کردن نمیتونیم. پس به خاطر ضرورت است اول نیت خوب منظم و اراده مستحکم داریم و شوق علاقه بیشتر به درس خود داشته باشیم، باز ان شاء الله الرحمن میتونیم که به یک جای برسیم. بسیار عالی، سلامت باشی قاری صاحب. به نظر شمایی که در آموزشگاه قرائت ندای قرآن استاد هستید، به نظر شما زمان که یک فرد میآید و میخواد قرآن کریم را یاد بگیره، اول قرائت قرآن کریم را یاد بگیره، تجوید را یاد بگیره یا هم حفظ کنه؟ خب ضرورت است که باید هر شاگردی که میخواد قرآن کریم بیاموزه از سلسله مراتب شروع بکنن، یعنی از قاعده شروع کنن. قاعده به خاطر که تلفظ باید هر انسان تنظیم شود و منظم شود، بعدش هم استیپ به استیپ پیش میره و باید درس ناظری قرآن کریم و بعدش حفظ قرآن کریم و بعدش باز قرائت قرآن کریم باید باشه ان شاء الله. سلامت باشی قاری صاحب. واقعا خیلی خوش بودیم که در برنامه صبح معارف همراه ما بودید. جناب قاری صاحب، حرف پیام به هموطنان عزیز ما داشته باشید. کامراهای تلویزیون معارف در خدمت شما است. خیر سلامت باشین. خب پیام ما برای دوستان که ما را بیننده هستند این است که همیشه هر کاری که ما و شما انجام میتیم باید الله متعال بالای سر خود حاضر و ناظر بینیم و عشق و محبت و پروردگار خود داشته باشیم و همیشه باید حاضر ناظر بودن الله متعال بالای سر خود ببینیم و داشته باشیم. ماشاءالله، سلامت باشی قاری صاحب. بسیار تشکر، واقعا خیلی خوش شدیم. اوس لموږ سره عمران جان په خبرونه کې د زو لاگو سره خبرې کوو و امرای عمران جان صحبت‌هایی داشته باشیم در مورد فعالیت‌هایشان، کارکردهایشان، دستاوردها و شکست‌های زندگیشان. عمران جان عزیز، سلام، صبحت بخیر. سلام بر شما نیازی صاحب و یک سلام خاص بر بیننده هایی که ما را از پشت پرده تلویزیون معارف بیننده هستند. علیکم سلام عمران جان عزیز، واقعا خیلی خوش هستیم که در برنامه صبح معارف همراه هستی. جناب فیضی صاحب عزیز، خب معمولا صبحتان چگونه آغاز میکنی؟ زمان که صبح از خواب بیدار میشی چگونه صبح خود آغاز میکنی؟ من وقتی که صبح از خواب بیدار میشم پر انرژی آغاز میکنم و همه تا سرحال. بسیار عالی، واقعا اشاره خیلی خوبی داشته. زمانی که ما صبح از خواب بیدار میشیم باید با انرژی باشیم، به خاطر که خب اگر میخوایی یک روز قدرتمندی داشته باشیم پس باید صبح قدرتمندی داشته باشیم. عمران جان عزیز واقعا اشاره خیلی خوبی داشتن. عمران جان عزیز، خب چی مسئولیت هایی داری؟ چی فعالیت میکنی روزانه؟ درباره از اگه صحبت کنی برام. من روزانه خودم مکتب میرم، بعد مکتب میام به مدرسه آموزشگاه قرآن کریم میخوانم. بسیار عالی. و در پلوی ازی با پدرجانم کار میکنم. بسیار عالی، ماشاءالله، واقعا یک فرد کوشا هستید، کوشش میکنم و همیشه در فعالیت هستی. خب عمران جان عزیز، بریم در مورد صحبت کنیم. در مکتب صنف چندم و چندم نمره هستی؟ من در مکتب صنف نهم و تقریبا اول نمره هستم. ماشاءالله، بسیار عالی. خب عمران جان عزیز، خودت آرزو داری یک روز بخیر اول نمره عمومی مکتب خود باشی یا نه؟ بله آرزو دارم که اول نمره باشم. آفرین. در پلویزی که ما آرزو داریم پس باید کار و فعالیت هم برش کنیم، به خاطر که اگر ما همیشه آرزو داشته باشیم اما یک گام بر نداریم پس او بی معنا می باشه. پس کدام گام های را خودت برداشتی تا ای که اول نمره عمومی انشالله در مکتب شوی؟ من میخوام تجارت پیشه شم ماشاءالله. و به می خاطر میخوایم کوشش کنیم که اول نمره مکتب و اول نمره کشور خود باشیم. بسیار عالی، واقعا اشاره خیلی خوبی داشتی. بخیر دیگه اما آرزوهایی که داری برش برسی عمران جان عزیز. خب بهترین دوستی که تا به امروز داشتی واقعا خیلی برات عزیز هست کی است؟ بهترین دوستی که داشتم ضمیر جان است. ضمیر جان واقعا خیلی عالی است. خب ضمیر جان، همین اکنون بیننده برنامه صبح معارف اگر باشه، حرف پیام و صحبت که تا به امروز برش نگفتی چی میتونه باشه؟
زمیر جان قن گفتنی می است که دوست بهتر خوب بودی برای من دیگه همیشه سرفراز و آباد باشی. سلامت باش عمران جان عزیز. هموطنای عزیز، دانشمندا و علما میگه اگر 3 فرد خوب در یک جا نشسته باشه، شما اگر دو جمع برین فرد چهارم خوب شما هستید. اگر در یک جای 5 فرد خدا نخواسته افراد نامناسب و افراد بد و بدکردار نشسته باشه، شما بروید نفر ششمی شما هستید. بنابراین واقعا در انتخاب دوست خیلی کوشا و خیلی بیدار باشی. قسمی که عمران جان اشاره کرد، زمیر جان عزیز واقعا یکی از افراد نیک جامعه هستند و علی تعالی موفق داشته باشیشان. عمران جان عزیز، خب در برنامه صبح معارف امروز چه آوردی بر ما و قرار است بخیر بر ما چی را تقدیم کنی؟ ما در برنامه صبح معارف بر شما یک قرائت زیبا آوردیم و تقدیم می‌خوایم. ماشاءالله، بسیار عالی. خب عمران جان عزیز، کمره های تلویزیون معارف در خدمت شماست، بفرمایید قرائتتان ما شنونده میباشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. صدق الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. امیر رب العالمین. ماشاءالله ماشاءالله عمران جان عزیز، واقعا تلاوت خیلی زیبایی بود و صبح امروزی ما رو واقعا با نور قرآن کریم منور ساختی. عمران جان عزیز، خب ماشاءالله تلاوت واقعا زیبایی بود. خیلی از جوانای هستند میخواهند که قاری قرآن شوند و قرآن کریم را به نحو خوب قرائت کنند. بنابراین چی کنند تا قاری قرآن شوند؟ کسایی که میخوان قاری قرآن شوند باید شوق علاقه به قرآن داشته باشند. دقیقاً. دیگه قرآن هم تو به طریقش حفظ کنن و هم تو به طریقش قرائت کنن، دیگه یاد میگیرن. بسیار عالی. عمران جان عزیز، خودت فقط قاری قرآن هستی یا در پهلوی از حافظ هم هستی؟ من خودم قاری هم هستم و 2 پاره حفظم کردیم. دیگه دمی کوشش هستم که بالاتر حفظ کنیم. انشالله ما امیدواریم بخیر حفظ کنیم و حفظ کنید خودتان هم. خوب عمران جان عزیز، به خاطر ازی که ما یک فرد موفق باشیم و در درسای خود کامیاب باشیم، در درسای مکتب، مدرسه و کورس، بنابراین کدام نکات را ما باید در نظر بگیریم و کدام گام ها را برداریم؟ ما وقتی که میخوایم پیشرفت کنیم باید همیشه درس بخوانیم، مطالعه داشته باشیم،
دیگه کوشا باشیم در درسای خود. دقیقاً، واقعا اشاره خیلی زیبایی داشتید. هموطنان عزیز، یکی از ویژگی های افراد موفق مطالعه هست. زمانی که ما میخوایم موفق شویم پس باید ما مطالعه داشته باشیم و مطالعه واقعا میتونه بالای ما تاثیر داشته باشه. اما جوانای عزیز، یک سوال به میان میآید، ما در بازار با میلیاردها جلد کتاب روبرو هستیم، پس ما چگونه یک کتاب خوب را از یک نویسنده خوب انتخاب کنیم؟ در این بخش از زندگی ما باید یک مشاور خوبی داشته باشیم تا بر ما مشوره بده که ما کدام کتاب را انتخاب کنیم برای مطالعه. عمران جان عزیز، معمولا مشاور خود در زندگی کی می باشه؟ در بخش های زندگی زمانی که با مشکلات روبرو میشی، مشاور خودت کی است و کی بوده؟ مشاور خودم اول پدر جان و مادر جانم است، دوم دوست بهترم زمیر جان است. ماشاءالله، بسیار عالی. واقعا خیلی جای سپاسگزاری است از الله متعال که الله متعال چنین دوست خوب و ارزشمندی بر خودتان نصیب کرده. عمران جان عزیز، خب قسمی که گفتی در آینده میخوای تجار شوی. بله. بخاطر از اینکه تجار شوی، خب کدام قدم های را امروز برمیداری؟ کدام کار را که ما امروز میکنیم فردا نتیجهش به دست میاریم؟ بنابراین کدام گام ها را امروز برمیداری تا فردا بخیر تجار شوی؟ من میخوام اول درس بخونم، کوشا باشم، کوشش کنم و بعدا به گام های بلندتر برسم. بسیار عالی. و عمران جان عزیز، چی انگیزه باعث شد که شما رو بیارید به تجارت و تجارت پیشه شوی؟ تجارت پیشه انگیزه می بود وقتی که مردم غمزده افغانستان دیدم، پس تصمیم گرفتم باید تجارت پیشه شوم و به همین مردم کمک کنم. بسیار عالی. واقعا خب الله متعال شما را خیر بده و الله متعال توفیق از زیر بر شما نصیب کنه. هموطنان عزیز، ما باید بگوییم که ای وطن می سازمت، آخر خودم می سازمت. ما بگویم ای وطن من خودم می سازم. عمران جان، قاری صاحب لال و سایر افراد جامعه باید بگویند که ای ملت افغان ما می سازیم و ملت را هیچ کسی نمیتونه بسازه جز افراد ملت. عمران جان عزیز، هموطنان عزیز ما بیننده و شنونده برنامه صبح معارف هستند، پس پیام خودت برشان چیست؟ پیام خودم این است که جوانان ملت بیایند کوشش کنند و افغانستان را آباد کنند و یک جامعه ایدئال بسازند و کوشش کنند در هر عرصه. سلامت باش عمران جان عزیز، واقعا خیلی خوش بودیم که در برنامه امروزی با ما بودیم. در حال حاضر یک کودک خیلی عزیزی با ما هستند و همچنان قاری قرآن هستند. میریم صحبت هایشان می داشته باشیم. محمد فرزاد شیرزاد با ما هستند. فرزاد جان عزیز، سلام، صبحت بخیر. سلام، یک سلام خاص برای شما نیوی سید محترم و یک سلام به دوستانی که ما را از پشت پرده تلویزیون معارف بیننده هستند. علیکم سلام فرزاد جان عزیز، ماشاءالله چقدر لباس زیبا پوشیدی. بخیر. خب فرزاد جان، ایدام نزدیک است، برید بخیر لباس جور کردی؟ اینی میشه؟ بله. آفرین، بسیار. دید بخیر چی پلان داری؟ کدام رنگ لباس جور میکنی برای خودت؟ کدام رنگ دیگه؟ هر رنگ هم. بسیار خوب. زمانی که لباس انتخاب میکنی میری به دکان تکه میگیری، خب خودت انتخاب میکنی یا پدر جان و والدینتان؟ پدر جان. آفرین، بسیار عالی است. باز در پله از خودتان باز برو تکار خوش کو به خاطر که لباس بر خود میگیری، پس باید یک رنگ دلخواهت باشه. بسیار خوب. و اسکتکتم خیلی زیباست. و اسکت بخیر دیگه اگه ما بخوایم بر ما میتی؟ بله چرا؟ خیر ببینی، سلامت باشی فرزاد جان. فرزاد جان، مکتب میری بخیر؟ بله. آفرین. مکتب صنف چندم هستی؟ متعلم صنف سوم. ماشاءالله، متعلم صنف سوم. چندم نمره است فرزاد جان؟ سوم. ماشاءالله، صنف سوم نمره. بسیار خوب. فرزاد جان، خب آیا آرزوی از را داری بخیر که اول نمره شوی؟ بله. آفرین. خب بخاطر از اینکه یک کودک مثل خودت اول نمره شوی، باید کدام گام ها و کدام قدم های را برداره تا اول نمره شوی؟ درس بخونن، تعلیم یاد بگیرن تا اول نمره شوند. ماشاءالله. خب فرزاد جان عزیز، در پلی از اینکه خودت مکتب میری درس میخوانی، در پلی از چی مصروفیت داری؟ مکتب میرم، بعد از مکتب که آمدم مدرسه که رفتم، بعد مدرسه یک چند دقیقه تفریح کردم و درسای گذاشته مکتب. بسیار عالی. خب فرزاد جان، زمانی که خودت درس میخونی در خانه، در فامیل آیا کس همراهت همکاری میکنه، درس همراهت میخونه، کوشش همراهت میکنه یا نه؟
بله پدر مادر والدین. بسیار عالی. خب فرزاد جان عزیز، اینم من مطمئن هستم پدر جان مادر جان خودت هم میبینه. خب کدام گپی را که تا به امروز برشان نگفتی و کدام گپ هست گپ میست. که دوستشان داری؟ بله. آفرین. خب به نظر خودت آیا ما باید پدر و مادر خود احترام کنیم یا نکنیم؟ احترام کنیم. آفرین، دقیقا. هموطنان عزیز، واقعا ما مسئولیت داریم در قبال پدر و مادر عزیز ما که باید احترامشان کنیم. فرزاد جان عزیز واقعا یک کودک با استعداد و واقعا با ادب هست. فرزاد جان عزیز، خب به برنامه امروزی ما بخیر چی تحفه آوردی؟ توفیق ما قرائت است. ماشاءالله، بسیار عالی. خب بخیر دیگه ما شنونده قرائت خودت می باشیم دیگه. بخیر خودت دیگه قرائت شروع کن، ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین رب العالمین. ماشاءالله فرزاد جان، واقعا چقدر تلاوت زیبا داشتی. خب خودت چند ساله هستی فرزاد جان؟ من 9 ساله. آفرین. از چند سالگی قرائت شروع کردی؟ ما از این 6 سالگی بی. آفرین. از 6 سالگی تا به 9 سالگی قرائت یاد گرفتی. خب فرزاد جان عزیز، خیلی از کودک ها هستن میخواین قاری قرآن شوند، قرائت کنند. بنابراین چی کنن که تا قاری قرآن شوند؟ درس خدا بخوان، تعلیم یاد بگیرن تا به یک جای برسن قاری قرآن شوند. ماشاءالله، بسیار عالی. خب فرزاد جان عزیز، صنف سوم هستی بخیر. تقریبا در حدود یک 9 سال بعد مکتب تمام میکنی. بخیر داینده میخوای چیکاره شوی؟ داینده میخوایم که دکتر شوم. ماشاءالله، بسیار عالی. واقعا جای افتخار است هموطنان عزیز. در عمر 9 سالگی فرزاد جان میآید قرائت زیبایی می داشته باشه و هدفش هم است که در آینده دکتر شود. هموطنان عزیز، خب داشتن هدف خیلی مهم است. زمانی که ما میخوایم موفق شویم، پس نخستین گام برای موفقیت داشتن یک هدف هست. پس برای این که ما موفق شویم پس باید هدف داشته باشیم، مثل فرزاد جان. خب فرزاد جان عزیز، کودکایی که همین اکنون خودت بیننده هستند از دریچه تلویزیون معارف خودت هم میبینه، پیام خود برشان چیست؟ پیام است که درس خدا بخوانند، تعلیم یاد بگیرن تا به یک جای برسن. تشکر فرزاد جان، واقعا من خیلی خوش شدم که امروز با ما بودی. سلامت باشی. در حال حاضر یک کودک خیلی عزیز و ارزشمند با ما هستند. میریم در مورد دستاوردهاشون صحبت‌های می داشته باشیم. میریم در مورد دستاوردها و فعالیت‌ها و کارکردهایشان گپ میزنیم. میلاد جان عزیز، سلام، صبحت بخیر. سلام، صبح شما بخیر نیازی صاحب. علیکم سلام میلاد جان عزیز، صحتت خوب است؟ بخیر هستی؟ شکر، من خوب هستم، شما چطوره؟ سلامت باشه، الحمدلله. میلاد جان بخیر. یک معرفی کوتاه از خود داشته باشید تا هموطنان عزیز ما خودت بشناسند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم میلاد کاکر، ولد محمد فهیم کاکر، صنف 5-2، یک تن شاگردان آموزشگاه ندای قرآن. ماشاءالله، آفرین میلاد جان عزیز. خب چه مدت زمان میشه میلاد جان که خودت در آموزشگاه قرائت ندای قرآن درس میخوانی و مصروف تعلیم هستی؟ چقدر وقت میشه؟ یک سال ور میشه. خوب، بسیار خوب. خودت بخیر قرائت یاد گرفتی؟ بله. بسیار خوب. آیا تا به امروز میلاد جان قرآن کریم حفظ کردی یا پلان داری بخیر؟ بله حفظ کردیم. ماشاءالله. چند سپاره حفظ کردی یا چی اندازه؟ از آخرم سوره هاشه. ماشاءالله، آفرین، بسیار عالی. خب میلاد جان عزیز، در پریازی که خودت یک شاگرد هستی در مدرسه قرائت ندای قرآن،
در پلی از چی مصروفیت دیگه داری؟ مکتب هم یادآوری کردی، مکتب میری، صنف چندم هستی و چندم نمره هستی؟ مکتب میرم صنف 5 هستم، اول نمره هستم آفرین. و مدرسه میرم دیگه تفریح میکنم. آفرین، کار خانه بسیار خوب، اول نمره هستی. بله. بسیار عالی. خب میلاد جان عزیز، بخاطر از این خودت اول نمره شدی، کدام قدم های را برداشتی و چگونه توانستی که اول نمره شوی؟ درس خواندم دیگه، کوشش کردم که اول نمره. بسیار خوب. زمان که در صنف میری در می ساعتهای آخری گرسنه میشی و انرژیت از دست میتی، آدم بیشومه میشه، استاد میگه بیا میلاد جان درس بخوان، بازای درس میخوانی؟ بله. آفرین. خب زمانی که باز مانده و زلس مکتب به طرف خانه میری، پس در خانه باز چی را خوش داری مادر جان برات پخته کنه؟ زیاد خوش دارم که مگی. آفرین. باز مادر جان پخته میکنه؟ بله. خیر ببینه، واقعا خیلی زیبا است کارشان، علم تعالی اجرشان برشان بده. خب عمران جان عزیز، برادرکا خواهرام داری؟ بله. خودت کلان هستی یا وا کلان هستن؟ خورم کلام. بسیار خوب، عالی هست. خب میلاد جان عزیز، داینده میخوای چی کاره شوی؟ پیلوت. پیلوت. آفرین. هموطنان عزیز باید اول نمره بیایه پیلوت شود، مثل میلاد جان عزیز که میخواهند پیلوت شود. خب میلاد جان عزیز، بخاطر از اینکه پیلوت شوی دیگه بخیر درسای مکتب از یاد میخوانی یا کم؟ زیاد. آفرین. خب چی باعث شد که خودت خوش کنی یا علاقمند رشته پیلوتی شوی؟ من دیگه علاقه زیاد داشتم به پیلوتی، باز خواستم که پیلوت. آفرین. بخیر باز زمانی که پیلوت شوی باز ما رو شکر میدی؟ بله. آفرین. خیر ببینید هموطنان عزیز، ما امید دارم، آرزو دارم میلاد جان عزیز یک روز پیلوت شود و یکی از پیلوت های متحد کشور شود و همیشه به خاطر رضای خدا و خدمت به خلق الله کار کنند. خب میلاد جان عزیز، به برنامه صبح معرف امروز چی آوردی بر ما؟ نعت آوردی، بسیار عالی. خب ما شنونده هستیم دیگه، بفرمایید نعت خدا شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نعت شریف. نام تو را شنیدم، وصف تو را بدیدم، در همه خلق جهان مثال تو ندیدم. شاه رسولان توی، محبوب سبحان توی، خاتم تو جبرائیل، صاحب قرآن توی. یا رسول الله از همه کش بهترینی، یا رسول الله تو شفیع المسلمینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله از تیز نور خدا، منبع جود و صفا، رهنمایی سجاب طاعت کبریا. ز شان بالای تو، ز حسن زیبای تو، بت‌های کعبه همه افتی بر بار تو. یا رسول الله از همه گشت بهترینی، یا رسول الله تو شفیع المسلمینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، یا رسول الله. هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه الصلاة و السلام. سلام. ماشاءالله ماشاءالله میلاد جان عزیز، واقعا نعت شریف خیلی زیبایی بود. هموطنان عزیز، واقعا پیامبر مکرم اسلام آمد، یک انقلاب خیلی عظیمی را در دنیا رقم زد. واقعا دوستشان داریم و محبت داریم با پیامبر مکرم اسلام جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. میلاد جان عزیز، حرف پیامی داشته باشی به هموطنان عزیز ما. کامرای تلویزیون معرف در خدمت شما است، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. پیام ای است که کودکان باید درس بخوانند تا به کوشش کنند تا به یک جای برسند. سلامت باشید. تشکر میلاد جان عزیز.
در حال حاضر محمد ریاض شیرزاد با ما در برنامه هستند. قاری صاحب عزیز و ارجمند. قاری صاحب عزیز سلام، صبحتون بخیر. سلام به شما نیازی صاحب. علیکم یک سلام. سلام خاص برای دوستانی که در از پشت پرده های تلویزیون معرف به ما را بیننده است. سلامت باشی خب ریاض عزیز، واقعا خیلی خوش هستم من که امروز در برنامه همراه ما هستی. خب محمد ریاض عزیز، خودت بخیر چی مصروفیت داری؟ چی فعالیت میکنی روزانه؟ صبح میرم مکتب، از مکتب بعد نان چاشته میخورم، باز مدرسه میرم. بله بسیار عالی. از مدرسه که آمدم یک چند دقیقه تفریح میکنم، باز از تفریح یک درسای مکتب خود را میخورم. ماشاءالله بسیار عالی. خب جناب قاری صاحب، خودتان آیا قرائت قرآن کریم بخیر یاد دارید؟ آیا حفظم کردید؟ نیم سپاره حفظ کردیم، انشالله یک سپاره میگم. ماشاءالله بسیار خوب. محمد ریاض عزیز، بخیر میخواهید آینده چی کاره شوی محمد ریاض؟ قاری قرآن، حافظ قرآن. آفرین، بسیار خوب، حافظ قرآن کریم. خب در مکتب در کدام صنف هستی؟ در متعلم صنف ششم در مکتب همیشه بهار. بسیار خوب. چندم نمره هستی؟ اول. ماشاءالله بسیار خوب. واقعا هموطن عزیز جای خوشی هست. همه روزه در برنامه صبح معرف اول نمره ها واقعا شاگردای با استعداد با ما در برنامه می باشند. محمد ریاض شیرزاد یکی از افراد که شاگردای موفق و با استعداد هستند. محمد ریاض عزیز بخیر، به برنامه صبح معرف امروز چی آوردی همراه خود؟ قرائت. ماشاءالله، ما شنونده و بیننده قرائت خودت می باشیم. بخیر شروع کنی، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظیم. ماشاءالله محمد ریاض عزیز، واقعا تلاوت خیلی زیبایی بود. واقعا صبح ما را پر نور ساخته با قرائت زیبای قرآن عظیم شان. خب محمد ریاض عزیز، پیام داشته باشی به کودکای عزیز افغان، کمره های تلویزیون معرف در خدمت شماست، بفرمایید. پیام ما بر کودکان این است که قرآن کریم را حفظ کنند و تلاش کنند که بسته قرآن کریم حفظ کنند. سلامت باشی. بسیار تشکر محمد ریاض عزیز. در حال حاضر یک مهمان عزیزی در برنامه با خود داریم، جناب قاری صاحب زبیرالله نوری. جناب قاری صاحب سلام، صبحتون بخیر باشه. سلام بر شما نیازی صاحب و یک سلام خاص به تمام دوستانی که همین اکنون ما را از پشت پرده تلویزیون معروف بیننده هستند. سلامت باشی زبیر جان عزیز، واقعا خیلی خوش هستم که امروز با ما هستی. ما هم سلامت باشی زبیر جان عزیز. معمولا زمان که صبح از خواب بیدار میشی چه احساسی می داشته باشی و معمولا صبح خود چگونه آغاز میکنی؟ وقتی که از خواب بیدار میشیم بسیار احساس خوب می داشته باشیم و بسیار
چی می داشتم. بسیار عالی. خب امروز زمان که از خواب بیدار شدی، امروز انشالله انرژی داشتی؟ بله. بسیار عالی. خب زبیر جان عزیز، به برنامه امروز چی آوردی برای ما؟ تلاوت. ماشاءالله، بسیار زیبا. ما دیگه شنونده و بیننده هستیم، دیگه شما قرائتتان شروع کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین رب العالمین. ماشاءالله جناب قاری صاحب واقعا قرائت زیبایی بود. خب جناب قاری صاحب در آینده بخیر میخوای چیکاره شوی؟ در آینده من میخوایم بخیر که یک دکتر موفق. بسیار عالی، دکتر موفق. خب اختر از اینکه خودتون دکتر موفق شوی، آیا بخیر درس رو میخوانی؟ بله. بسیار عالی. روزانه چند ساعت درس میخوانی؟ روزانه تقریبا 1 ساعت 2 ساعت بیشتر 3 ساعت درس میخوام. ماشاءالله، بسیار عالی. خب زبیرالله عزیز، الگوی خودت در زندگی کی است؟ کی را همیشه بر خود الگو قرار داده؟ ما همیشه به خود الگو پدر مادر خود قرار دادیم ماشاءالله. و بیشتر برادرم بسیار عالی. که تشویق میکنم هر و حمایتگر من است. ماشاءالله، بسیار عالی. هموطن عزیز، تشویق پدر و مادر و برادرها و فامیل خیلی میتونه تاثیرگذار باشه بالای ما و خیلی واقعا جای خوشی است که نوری صاحب عزیز پدر جان، مادر جان و برادر عزیز خود بر خود الگو قرار داده. خب نوری صاحب عزیز، به هموطنان عزیز ما پیامی داشته باشی. کامرای تلویزیون ما رو در خدمت شماست، بفرمایید. ما به هموطنان عزیز امی پیام دارم که باید طفلای خود کوشش کنند که به مدرسه و مکاتب روان کنند تا درس یاد بگیرن و درس یک چیز موفق شوند و بیاموزند تا به قله های موفقیت نزدیک و برسند. بسیار عالی، سلامت باشید نوری صاحب عزیز که در برنامه صبح معرف همراه ما بودید. تشکر.